قرار دارم که عذرخواهی بکنم از خانم‌های محترم این جمع. چرا؟ چون تو برنامه قبلی من گفتم که خانم‌ها معمولاً فتنه‌گرن، دارن فتنه میکنن. رسما از هر 4 تا خانم عذرخواهی میکنم. میدونین چرا؟ من مادر داشتم، از دستش دادم. من خواهر داشتم، از دستش دادم. زنهای پاکی در جمع ما حضور دارن که هر کدامشون نقش مادر رو اون دختر من کیف میکنم وقتی که بچه‌ش رو دختر نازنینش رو بغل میکنه، کیف میکنم. وقت من بیام به این خانم، به این مادر بگم فتنه‌گر، من عذرخواهی میکنم ازت. مادرها هیچ موقع نمیرن، مادرها همیشه زنده هستن. برای اینکه احساس میکنم مادر اصلا مخلوق نیست که بمیره، مخلوق نیست، خالقه. مادر خالق عشقه، خالق مهربونیه، خالق عطوفت. لذا اینها به افتخار مادرهای کشورم دست بزنید.